سلام رفقا. میدونستین الان میتونیم به صورت نامحدود و رایگان عکس و حتی انیمیشن بسازین، اونم با کیفیتی که میتونه با میدجرنی رقابت کنه. اسم ابزارش هم گوگل ویسکه، یه سرویس قدرتمند که نه تنها عکس تولید میکنه بلکه میتونید باهاش شخصیت ثابت هم بسازین و اون شخصیت ها رو تو صحنه‌های مختلف قرار بدین، استیکر بسازین، عروسک طراحی کنین یا حتی هدایای تبلیغاتی. امروز بهتون نشون میدم چجوری با چند تا ترفند مخفی ویسک میتونه براتون تبدیل به این ماشین پولسازی بشه یا کسب و کارتون رو رشد بده. اول از همه وارد سایت گوگل ویسک میشیم. صفحه کاربریش خیلی ساده و راحته. تو این صفحه میتونیم پرامپت تولید عکس رو وارد کنیم و ابعاد تصویر رو تنظیم کنیم. یکی از مهمترین تنظیماش هم سیده. اینو وقتی فعال کنیم کاراکترمون تو همه تصاویر ثابت میمونه. یعنی اگه بخوام یه شخصیت ثابت بسازیم، سید رو قفل میکنیم و همه تصاویر بعدی بر اساس اون ساخته میشه. حالا یه نمونه میسازیم. فرض کنیم یه شخصیت به اسم علی داریم، سبک 3D پیکسار، کیفیتش هم قابل مقایسه است با میدجرنی. وقتی عکسش تولید شد میتونیم اون شخصیت رو به صحنه‌های مختلف ببریم و همون چهره ثابت رو استفاده کنیم. مثلا علی رو تنه درخته یا توی کارگاه نجاریه با شخصیت‌های دیگه‌ای مثل پدرش یا اوسکرین. با کپی کردن پرامپت‌ها و استفاده از سید، شخصیت‌ها همیشه ثابت میمونن و نیازی به طراحی دوباره نیست. یه قابلیت فوق‌العاده دیگه‌ش هم در مورد استایلاست. میتونیم عکس‌ها رو تبدیل به استیکر، عروسک مخملی، کارت پستال یا حتی پک هدیه کنیم. این خیلی به درد کسب و کارا میخوره که بخوان محصولاتشون متنوع برای فروش آنلاین آماده کنن. همچنین ویسک امکان انیمیت کردن تصاویر هم داره. مثلا رضا و علی دارن تو کوچه قدم میزنن و میتونیم حرکتشون رو با سرویس گوگل وئو3 بسازیم. محدودیتش بین 5 تا 10 خروجی رایگان در ماه و هر ماه هم شارژ میشه. در نهایت هم با این ابزار شما تونستین همه چی بسازید. شخصیت ثابت انیمیشن، عکس و تصاویر با جزئیات بالا، استیکر، عروسک، هدیه تبلیغاتی، کارت پستال. یه لطفی کنین، ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا هیچ راز کسب درآمد با هوش مصنوعی رو از دست ندین. اگه میخواین بدونین آینده مشاغل با هوش مصنوعی چجوری تغییر میکنه، حتما گزارش مجمع جهانی اقتصاد رو ببینید.